سلام، میکرومتر را چجوری کالیبراسیون کنیم؟ همراه من باش تا یاد بگیری. مرحله اول تمیز کردن فک‌ها با استفاده از پارچه نرم. مرحله بعدی تعیین دامنه کاری میکرومتر. دامنه کاری یا همون رنج کاری میکرومترها 25 تاییه. یعنی چی؟ یعنی بین 0 تا 25 می باشد. به عنوان مثال دامنه کاری این میکرومتر 0 تا 25 و برای تعیین کردن و کالیبراسیون اون نیازی به گیج یا بلوکه استاندارد نداریم. خود فک‌ها رو که بس ببندیم کامل با توسط این جغجغه و ورنی خودش، اینجا تعیین کننده کالیبراسیون میکرومتر ماست که الان همونطور که مشاهده میکنید 2 صدم خطا داره، یعنی 2 صدم کمتر از حد و برای کالیبراسیون میکرومتر نیاز به آچار داریم. یا آچاری همراه همه میکرومترها هست داخل جعبهشون، مثل آچار کلاغی میمونه. عرضم به حضور شما زمانی که بستیم میکرومترها و الان عددی که مشاهده میکنید 2 صدم کمتر نشون میده، یعنی صفرمون مقابل صفر ورنیه نیست. و برای اینکه کالیبراسیون انجام بشه باید ورنیه رو باز کنیم. اینجا یه سوراخی هست که ما آچار مخالف اون میندازیم و یه مقدار رو به بالا میتابونیمش، رو به مخالف. باز مجددا میبندیم فک‌ها را. خب باز نیاز داره، الان نزدیک 1 صدم شد خطاش. به مراتب این کار رو انجام میدیم و بررسی میکنیم. خب دیگه داریم نزدیک میشیم به عدد 0. باید صفرامون روبروی هم دیگه قرار بگیرن. خب ببینید الان 2 تا صفر ما روبروی هم دیگه قرار گرفتن. این میکرومتر الان کالیبراسیونه و عرضم به حضورت حالا برای اینکه بخوایم تستش کنیم میتونیم از روش‌های دیگه که با راپورتر یا گیج بلاک بهشون میگن با اونا هم کنترلش کنیم. گیج بلاک ها یا راپورترها وسایل کنترل ابزارهای دقیق آزمایشگاهی یا کارگاهی هستن که تو گرید های مختلف تولید میشن. حالا ما گرید کارگاهیشو داریم صحبت میکنیم و هر کدومشون یه سایزی داره. الان این سایزش 20. ما این 20 رو انتخاب کردیم برای اینکه میکرومتر ما 0.25 و حالا میخوایم کنترل کنیم که ببینیم آیا کالیبراسیونی که انجام دادیم درست بوده یا خیر. خب دوستان ببینید راپورتر رو ما اینجا قرار دادیم و الان میخوایم کنترلش کنیم. این با جغجغه باید کار کنید. این جغجغه را برای این گذاشتن که فشار بیش از حد به فک‌های میکرومتر وارد نشه و تفاوت عمده‌اش با کولیس تو اینه. به خاطر همینم دقتش بالاست. الان همونطور که مشاهده میکنید دقیقه این میکرومتر الان کالیبراسیون شده و یه برای دامنه‌های دیگه شما نیاز ندارید راپورتر تهیه کنید چون قیمتشون هم بالاست، مگر اینکه بخواید کارهای فوق‌العاده دقیق انجام بدید. خب همونطور که مشاهده کردید میکرومتر 0.25 با خودش کالیبراسیون میشد و برای میکرومترهایی که با دامنه 25 50 75 صد و بالاتر هستن خود شرکت سازنده میکرومترها یه گیج بلاکی داخلشون گذاشته یا میله کنترل که با اینا میتونید کالیبراسیون میکرومترتون رو کامل چک کنید و تقریبا نمیشه بگی خیلی دقیقا ولی تقریبا دقتشون خوبه. خب دوستان ببینید یه نکته دیگه هم که هست، یه واسطه اینجا قرار داده شده. یکی اینکه دامنه میکرومتر روش نوشته و اینکه دقت میکرومتر هم روش یادداشت شده رو برخی از میکرومترها به این سبک
و این یه جنبه دیگه هم داره. حالا اینا دوست دارم شما داخل کامنت ها بفرمایید. و مسئله بعدی اینه که میکرومتر ابزار بسیار دقیق و حساسیه. سعی کنید با این جغجغه پشتش کار کنید. 3 بار این جغجغه را ببندید کافیه. و اینکه برای قطعاتی که حالا زیاد نیازی به دقت بالا ندارن، سعی کنید از ابزارهایی مثل کولیس یا ابزارهای دیگه استفاده کنید، چون میکرومترها فوق‌العاده حساسن، هم به ضربه هم به گرما. و نکته بعدی اینه که روی دستگاه هیچ موقع قرارشون ندید، چون از کالیبراسیون خارج میشن. و سعی کنید که این کمانا به صورت مستقیم نگیرید، یعنی میله ها را. ببینید حالا من اینو گفتم داخل کامنت ها بذارید، اینه. ببین این قسمت ها شما میگیرید و کارتون رو انجام بدید. این باعث میشه که انتقال حرارت مستقیم به کمان وارد نشه و خطاهای ناشی از حرارت و محیط به میکرومتر انتقال پیدا نکنه.